انجام ندادن همین 5 اشتباه باعث میشه که هر روز مشتریات بیشتر و بیشتر بشن. بیا بهت بگم، قبل از این که بگم سیوش کن چون خیلی به کارت میاد. در متقاعد سازی در دایرکت به جای این که بگید این محصول 30% تخفیف داره، بگو 200,000 تومان هدیه بهتون میدیم. به جای این که بگی ارزونه، بگو ما مستقیم از کارخونه یا تولید کننده میگیریم. به جای این که بگی موجودی ما محدوده، بگو ما فقط 4 عدد داریم، یکیش برای شماست. به جای این که بگی خریدارای ما راضی بودن، بگید ما حتی یک خریدار ناراضی هم نداشتیم. و به جای این که بگیم قیمت‌های ما مقطوعه، بگید اقتصادی هستش. حالا اگر لایک داره لایک کن و برای دوستتم بفرست. تو کامنت برام بنویس کدوم